شهر لس سانتوس کلا تبدیل به زامبی شده بود و هیچ آدمی توی این جزیره زندگی نمی‌کرد. ولی یه مأموریت خیلی مهم داشتیم که باید جون یه آدم خیلی معروف یا میتونم بگم بهترین بازیکن جهان رو باید نجات میدادیم و اون کسی نبود جز کریستیانو رونالدو. قرار بود بریم رونالدو رو از جزیره لس سانتوس نجات بدیم که یه اتفاقای خیلی ترسناک و عجیب غریب میفته. این ویدیو رو حتما تا آخرش ببینید چون آخر این ویدیو من خودم یه صحنه دیدم که واقعا باورم نمیشد. برو بریم. بچا هوا خیلی طوفانیه. الان رئیس به ما مأموریت داده، من سیمیون لامار اومدیم توی جزیره لس سانتوس که پر از زامبی و خیلی خطرناکه. قرار بیام رونالدو رو نجات بدیم. به ما یه مأموریت خیلی مهم دادن. البته اینم بگم که بچا پولش هم خیلی خوب بود. برای همین ما قبول کردیم. الان نگاه کنید سیمیون اینجا نشسته، لامار هم که کنار خودم و آقا بریم فرود بیایم. کم کم هوا هم خیلی طوفانیه. به زور دارم هلیکوپتر رو کنترل میکنم. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته و سقوط نکنیم. به نظرم همینجا فرود بیایم خیلی خوبه. خب بیا پایین بیا پایین. خب بچا فرود اومدیم. بیا پایین بیا. بدو وای چقدر زامبی است حاجی. اینجور نگاه کن. خیلی خوب فرانکی بگو اینو با چیکار کنیم؟ بچا ببینید باید خیلی سریع وسیله نقلیه برداریم. لامار آماده ای دیگه؟ آره فرانکی خیالت راحت باشه، من از زامبیا نمیترسم. بابا به ترسیدن نمیگم. الان یهو یکی از این زامبیا بهمون حمله کنه خیلی داستان میشه. بچا داره نزدیک میشه. سیمیون ماشین سراغ داری؟ چون اینجا من ماشینی نمیبینم. یه ماشینی پیدا کنیم که زامبی کش باشه. آره فرانکی خیالت راحت باشه، جلوی مغازه 3 تا ماشین آماده کردم. جلوی مغازه؟ خب الان چجور بریم اونجا برسیم؟ با همین هلیکوپتر بریم. آره فکر خوبیه. بچا سوار شین. وای بچا نگاه کنید چقدر زامبیا زیاد. الان اینو نگاه کنید. ببین همشون دارن اوه لامار پشت. آقا سوار شو خیلی اوضاع داره خیت میشه. بدو زامبی دارن میان سمت. بچا ما بریم نمایشگاه سیمیون گفت که 3 تا ماشین برامون آماده کرده. ماشینای زامبی کش هم هست. یعنی مخصوص اینه که زامبیا رو باهاشون بکشیم و لهشون کنیم. بعد از اون باید بریم بچا رونالدو رو پیدا کنیم. به نظرم بچا تقسیم بشیم کارمون راحت میشه نه؟ آره فرانکی منم میگم تقسیم بشیم سرعت کار بالا میره. آره بچا فقط اوه نخوری آروم. بچا منم میگم تقسیم بشیم، یعنی هر کدوممون بریم یه لوکیشنی رو بگردیم چون رونالدو هم خونه داره، هم پارکینگ داره، هم یه ویلای تور داره. آره فرانکی فکر خوبیه. آره بچا من میگم هممون تقسیم بشیم خیلی بهتر. ریسکش یکم میره بالا و ترسناک‌تر میشه چون هممون تنهاییم. ولی خب اینجا خیلی سریعتر میتونیم رونالدو رو پیدا کنیم. ما بریم مغازه سیمیون. بچا اینم از این. آقا همینجا به نظرم فرود بیایم. بس ببینم پشت بو این اتوگالی این چه کوچیکه. آقا همینجا خوبه. بچا خیلی سریع پیدا شیم. سیمیون ماشینا کدوم بره؟ جلوی نمایشگاهه، همینجا گذاشتم. جلوی نمایشگاه. بچا اسلحه‌تون رو در بیارین دیگه، حواستون باشه. بزنینم اینجا. بچا 3 تا ماشین خیلی خفن است. آقا بدوین. اینجا راهش کجا بود؟ از کجا میرفتیم پایین؟ آها از اینجا. بیا پایین داشلی. این از این. خب بچا زامبیا رو باید خیلی سریع بکشیم. ای بابا نگاه کن چقدر تعدادشون هم زیاده. بچا بدوین باید خیلی سریع سوار ماشینا بشیم بریم دنبال رونالدو. آقا مشکل الان اینجاست که ما اصلا نمیدونیم رونالدو کجاست، یعنی لوکیشن دقیقی ازش نداریم. باید خیلی سریع پیداش کنیم. خیلی خب بچا اینجا دیگه باید از هم جدا بشیم دیگه. آقا هر کدومتون یه ماشینو برداریم خیلی سریع باید بریم دنبال رونالدو رو بگردیم. ببین سیمیون تو برو سمت همون پارکینگ رونالدو که ماشیناش اونجا پارک میکنه، ببین اونجاست یا نه. لامار تو هم برو همون لوکیشنی که اون خونش بود. بچا یه خونه بالا شهر داره که خیلی دوره. یا خود زامبیا رو نگاه کن که خیلی دوره. لامار تو برو اونجا. سیمیون جان با مشت و لگد نمیشه زامبی زده. اوکی تو هم برو اونجا ببین میتونی پیداش کنی. خیالت راحت باشه فرانکی من پیداش میکنم. آقا ببینیم و تعریف کنیم دیگه. این زامبیا هم که دارن میان و من دهن اینا رو سرویس کنم. بچا خیلی سریع سوار ماشینشون بریم دیگه. بچا این ماشین مونده رو بردارم، این خیلی خفن تره. بچا بدوین سوار ماشین من نشین بابا. هر کدومتون یه ماشین جدا بردارین. آره راست میگی ببخشید. آقا من فقط امیدوارم که اون دوتا گیج بازی در نیارن و بتونه رونالدو رو پیدا کنن. بچا من میرم سمت خونه اصلیش که یه ویلای خیلی بزرگ و خفن داره. میرم اون سمت. لامار تو هم سوار ماشینشو بدو دیگه. بدو بچا منم همین ماشینو برمیدارم. عجب ماشین خفنی. آقا بریم ببینیم میتونیم پیداش کنیم یا نه. اینا رو نگاه کن زامبیا رو ببینیم بابا. بچا من خیلی سریع برم سمت پارکینگ رونالدو که خیلی ماشینای خفنی داره و قبلا هم اونجا رفتم. بریم سمت پارکینگش. مطمئنم که رونالدو رو میتونم اونجا پیدا کنم چون رونالدو اونجا چند تا ماشین آفرود خیلی بزرگ داره. 100% اون ماشینا رو برداشته که بتونه جون سالم به در ببره و زنده بمونه. خیلی سریع بریم ببینیم میتونیم پیداش کنیم یا نه. بدو دیگه. این زامبی رو نگاه کنید. اوسک چون نخوردم بهش. بزن زامبی بعدی ان شاء الله له میکنیم. اینجا اوسکی اینم از شما. دیگه‌تون کردم. خب بچا بریم سمت پارکینگ. اینو نگاه اوسک. ای بابا اینا هم همیشه ما رو تنها میذارن. الان فرانکلین ماشین خوبه رو برداشت رفت. ای بابا این ماشین داره سر میخوره. فرانکلین ماشین خوبه رو برداشت رفت. این ماشین مزخرف رو داد به ما. من و سیمیون ماشینای چرت برداشتیم. برو اونور دیگه. برم ببینم این آقای رونالدو رو میتونیم پیدا کنیم. بچه‌ها من اصلا علاقه به رونالدو ندارم. من فقط به خاطر این پولش اومدم. این فرانکلین
فرانکلین به من برگشت گفت که پول خوبی میخوام بدن. منم گفتم که جام بریم این پوله رو بگیریم و حداقل باهاش میتونم یه چند تا همبرگری چیزبرگری چیزی بخورم دیگه. پول خوبی قرار آقای رونالدو به ما بده. خلاصه اومدیم که جونش نجات بدیم دیگه. حالا من موندم این آقای فوتبالیست عزیز ما الان کجاست؟ حالا میخوایم بریم پیداش کنیم. آقا یه پریش و اوسکی اینجا انجام بدیم. بچا اینجا اسکرین شات رو بگیرین که داشلی حرکت خفنی زد. گل زدیم که ای بابا. خب بچا من کم کم دارم نزدیک میشم اینجا رو که مستقیم برم خیلی نزدیک خونش میشم و اینکه اینجا هم الان بارون میاد بچا ماشین خیلی سر میخوره. حداقل کاش لاستیکای آفروتور داشت که سر نمیخوره. اگه نگاه کنی لاستیکاش لاستیکای اسپورتیه. و اینکه بچا توی کامنت ها بنویسید ببینم شما طرفدار رونالدو هستین یا مسی. حتما توی کامنت ها بنویسید. خیلی دوست دارم بدونم طرفدارای رونالدو بیشتره یا مسی. طرفدارای رونالدو یه قلب نارنجی بذارن، طرفدارای مسی یه قلب بنفش. توی کامنت ها بذاریم ببینم طرفدار کدومشون بیشتره. بچا بهش هم اطلاع دادیم که داریم میریم نجاتش بدیم و امیدوارم که توی خونه خودش باشه، چون جای دیگه باشه خیلی سخت میشه پیدا کردنش. خیلی خوب آقا داریم نزدیک میشیم. آنتنای ماشینم که دادیم بالا، بذار تیر بزنم به اینا بمیرن. چقدر زامبی تعدادشون زیاده. خیلی خوب بچا اینجا که داریم میبینید اینجا پارکینگ کریستیانو رونالدوی که پارکینگ خیلی خفنی داره. درو باز کن بودو، درو باز کن بابا. بچا اینجا پارکینگشه. بذار این فقط زامبی مامبی نیستش که خیلی سریع با بریم داخل. بودو با خیلی سریع بریم داخل. خب بچا الان اینجا که میبینی پارکینگ رونالدوه. ماشیناشو نگاه کنین چه ماشینایی داره، رولز رویس و به بوگاتی و اینا. خیلی خب بچا باید دنبال خود رونالدو بگردم. خیلی خوب آقای رونالدو کسی اینجاست؟ آقای رونالدو. وای بچا زامبیا دارم یا بودو آقای رونالدو این دستگاهو خراب کنم. زامبی اینجا چیکار میکنه؟ آقای رونالدو کسی اینجا نیست؟ ای بابا پس این رونالدو کجا رفته؟ آقای رونالدو. ای بابا این زامبیان تعدادشون خیلی زیاده. آقای رونالدو من کسی رو نمیتونم اینجا پیدا کنم. باید یکم بیشتر بگردم. آقای رونالدو کجایی؟ ای بابا ما رو فرستادن کلا خارج از شهر. اینجا رو نگاه کن چقدر زامبی. بذار همه‌شون رو له کنم و پرت کنم این ور اونور. ای بابا ماشیناشون ملت گذاشت اینجا. بچا فکر کنم خونه رونالدو رو پیدا کردم. آره خونه‌ش همینجاست. این همون خونه ویلاییه که فرانکلین بهم میگفت. ای بابا زامبیا رو نگاه کن. برو اونور گیر این زامبیا افتادیم. ما بمیر بابا. چقدر سگجونه این چون نمیمیره. مردش. بذار ببینم آقای رونالدو. ای بابا این رونالدو کجاست؟ ما رو سر کار گذاشته. این همه راه اومدیم الان اینجا نباشه به خدا تیر بارو میکنم خونش. اینو نگاه کن این زامبی هم اینجاست. آقای رونالدو کسی اینجا نیست؟ ای بابا این همه راه اومدم بابا ولم کن. عکسش هم اینجا زده. آقای خوشگل نگاه کن چه تیشرتی داره. بینازم. آقای رونالدو اینجا نیستی؟ کسی خونه است؟ چند تا تیر بزنم بذار فکر کنه که مثلا یه آدمی زاد یه چیزی اومده، پلیس یه چیزی هستیم. آقای رونالدو ای دیوار کشیدی اینجا که این ورش بازی که این چه وضعی؟ دیوار پریدم تو خیلی باز ماخیز شد. چیکار کنیم؟ اینجا تلسکوپ داره آقای رونالدو. اینجا ماه دید میزنه. بذار ماه رو دید بزنیم ببینیم چیه. ما تا به حال تلسکوپ ندیدیم. چه جذابه. آسمون چرا ستاره نداره؟ از شانس بعد ما نگاه کن. ای بابا هوا ابری. رد برق میزنه بابا سکتهمون دادی. خب آقای رونالدو کسی اینجا نیست؟ بابا آقای رونالدو ما اومده بودیم شما رو پیدا کنیم و پول شما یه همبرگری چیزبرگری بخریم بخوریم. آقای رونالدو ای جواب نمیده. این ما رو سرکار گذاشت. من میدونم شیشه رو بشکنم برم داخل. البته نه این کار خلاف. فردا میام ما رو میندازن زندان و تو زندانم بهمون همبرگر نمیدن. اون وقت دیگه دردسر میشه واسمون. آقای رونالدو کسی اینجا نیست؟ چند تا تیر هوایی بزنم بفهمید. اومدیم خانه نبودی آقای رونالدو. زامبیا چی میگن؟ گیری افتادیم. از این ور آقای رونالدو از این ورم این زامبیا. نگاهشون کن. ای خدا چقدر تعدادشون زیاده. اینا نمیمیره هر چقدر میکشیم میزنیم بازم میان. ای حاج خانم برو اونور. وای چقدر تعدادشون داره زیاد میشه. آقای رونالدو اینجا نیستین؟ این زامبیا دارن دهن ما رو سرویس میکنن. آقای رونالدو بچه‌ها کامنت بنویسید ببینم شما طرفدار چیزبرگر هستین یا شما طرفدار چیزبرگر هستین یا پیتزا. حتما کامنت بنویسید. اینا داره ما رو محاصره میکنه. آقا من فرار کنم. بودو ماشینم بد جا پارک کردیم. چقدر دور پارک کردم ماشینو. بودو این زامبیا اینو مگه من با تیر نزدم؟ بمیر دیگه. عجب آدم سگجونی هستی تو. خب بچه‌ها مثل اینکه آقای رونالدو اینجا نبود و باید بریم پیش فرانکلین. بذار به فرانکلین من یه زنگ بزنم بهش بگم آقا این فرانکلین جان نیست. بذار همین الان بهش یه زنگ بزنم. این جواب نمیده. الو سلام فرانکلین. سلام چه لاما چی شده؟ داداش میگم من اینجا اومدم خونه رونالدو. هیچ کس نیست. رفتی خونش؟ الان توی اون خونه هیچ کس نیست؟ والا ما اومدیم الان اینجا هیچ کس نیستش. فقط زامبی و ایناست. کلی صدا کردم آقای رونالدو رو ولی هیچ کس جواب نداد. یعنی رفتی اونجا الان هیچ کس نیستش؟ خب گشتی خونه رو مطمئنی اونجا نبود؟
آره دیگه بابا میگم اونجا نبود دیگه. خب الان میگم آجی جان این پول ما این پول نده یعنی ما نمیتونیم همبرگر بخریم. لامار تو الان فکر همبرگر و چیزبرگری؟ من به خاطر خب این اومدم دیگه. بابا اونو من خودم برات میخرم، خیالت راحت باشه. باشه دیگه، خداحافظ. خدافظ. منم برم این خونه رو بگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. خیلی خب بچا، من رسیدم. این خونه رونالدوه و اینکه تجهیزات و اینا همه چی برداشتم، همه چی آماده. فقط بزنیم زامبی مامی به اطراف نیستش که. آقا برو بریم داخل خونه. فقط امیدوارم که رونالدو اینجا باشه. مطمئنم که اینجاست. داخل خونه زامبینا نباشه. ای بابا این زامبی هم ولکن ما نیستن. برو بریم داخل. بچا بریم داخل خونه. وای بچا چقدر صدای زامبی و اینا میاد. آقای رونالدو، یا خدا اینو نگاه کن بمیر بابا. شیشه‌شو زدم شکوندم ولی اب نداره. آقای رونالدو، منم فرانکلین اومدم شما رو نجات بدم. آقای رونالدو، چه مشکل این عکسشم. آقای رونالدو، کسی اینجا نیست؟ الو؟ چه هیچ صدایی نمیاد، فقط صدای زامبی و اینا میاد. ببینیم بیرون چه خبره. آقای رونالدو، هیچ خبری نیست اصلا، نه صدایی نه نمیدونم. بابا پس رئیس به من گفت یا تو خونه‌شه یا تو پارکینگ. الان سیمیون ازش خبری نیست. بذار زنگ بزنم به سیمیون ببینم. بودو. الو سلام، چطوری سیمیون؟ سلام فرانکی، چطوری؟ میگم سیمیون پیداش کردی؟ رونالدو اونجا بود تو پارکینگ؟ نه فرانکی، من رفتم اصلا هیچ خبری ازش نبود. تو هم پیداش نکردی؟ لامارم پیدا نکرد؟ نه حاجی پیدا نکردم. بگرد تو خونه رو ببین پیداش می‌کنی. باشه خدافظ. ای بابا بچا، نه لامار پیدا کرده نه سیمیون پیدا کرده، هیچ کس پیداش نکرده. آقای رونالدو، این لوگوشه چه باحاله. آقای رونالدو، هیچ کس نیست، فقط صدای زامبی و اینا میاد. بریم این داخل. این از این. آقای رونالدو، این لباسای زنشه اینجا. ساعت موعتشو بچا نگاه کنید. مشروم واجی اینا خیلی گرون قیمته. تیشرت و لباس و ایناش همه چیز اینجاست. بریم داخل این یکی اتاق. اینم از این. دستشویی که اینجا بابا میگم این یکی اتاق. اینجا رو باز کنم. تراسش. آقای رونالدو، هیچ کس نیست؟ ای بابا این زامبیا رو نگاه کن چقدر تعدادشون زیاده. پیو. بچا چیکار کنیم به نظرتون؟ آقا هیچ کس نیستش اینجا. نه رونالدو هست نه. چرا حس کردم اینجا یه اتاق دیگه دیدم. آقای رونالدو، کسی خونه نیست؟ پایین رو نگاه کنم، مارکینگش رو نگاه کنم. خونه‌ش هم خیلی بزرگه بچا. خونه رو نگاه کنید شما. این ورش رو نگاه کنم، میز بیلیارد و اینا. نه اینجا هم کسی نیست. زامبیا رو نگاه کنید. تیرم به نظرتون بچا میخوره تا اونجا؟ بذار ببینم توی پارکینگ. آقای رونالدو، ایشالله که اینجا دیگه توی این یکی اتاق. اینا رئیس داره زنگ میزنه. یا خدا چی شده؟ الو سلام، چطور رئیس؟ سلام فرانکی، چه خبر؟ سلامتی رئیس. من اومدم خونه رونالدو. نه لامار پیدا کرده نه من پیداش کردم نه سیمیون پیدا کرده. اصلا نیست. فرانکی ما لوکیشن رونالدو پیدا کردیم. لوکیشنشو پیدا کردی؟ کجاست؟ خونه‌شه؟ نه فرودگاه بالا شهره، فرودگاه خاکی. فرودگاه بالای فهمیدم کجا. توی اون سندی شورز. آره همونجاست. خیلی سریع خودتون رو برسونید اونجا. لوکیشنش اونجاست. خب تو باهاش حرف زدی؟ گفتش که اونجاست؟ حرف که نه، فقط لوکیشن گوشیشو پیدا کردم. یعنی گوشیش اونجاست؟ آره پس دنی صد خودش هم داره. حل الان من به بچه‌ها زنگ میزنم، هممون با هم میریم. باشه دیگه، ما رو دست. خدافظ. ای بابا هیچ کس نیستش اینجا. باید کل اینجا رو بگردم. آی رونالدو، کسی صدای منو میشنوه؟ ای بابا نگاه کن، هیچ کس اینجا نیستش. آی رونالدو، اینجا قفل صندوق و اینا داره. بذار یه لحظه اینا رو نگاه کنم ببینم. آی رونالدو، اینجا وسایل و ایناشه، دفترشه. نه اینجا که هیچ کس نیست. آی رونالدو، ای بابا اینم همه جا عکساشو زده که ببینم هیچ کس نیستش اینجا. خیلی خب بچه‌ها، فکر کنم رونالدو اصلا توی این پارکینگش نیستش. پس باید به فرانکی اطلاع بدم. حالا اگه اینجا رو نگاه کنید هیچ خبری نیست و هیچ کس اینجا نیستش. بذار ببینم. فقط این زامبی هم تعدادشون خیلی زیاده. بودو. آقای رونالدو، هیچ کس نیست؟ یعنی چی؟ پس این کجا رفته بابا؟ بمیری شما هم ببینم تعداد زامبیا خیلی زیاده. پر از زامبی، شهر پر از زامبیه. آی رونالدو، بچا مثل اینکه توی پارکینگش نیستش، اینجا نبود. خب بچا پیداش کردم. بودو. فقط خیلی سریع زنگ بزن به سیمیون و لامارم بگم. بودو این. الو سلام لامار، خوبی؟ سلام فرانکی، پیداش کردی؟ نه پیدا نکردم. فقط لامار خیلی سریع خودتو برسون به فرودگاه سندی شورز. چرا؟ ببین رئیس الان به من زنگ زد. وای زامبیا اینجا، من با بودم. الان رئیس بهم زنگ زد، گفت که اونجاست. باشه من الان خودم میرسونم اونجا. حل. خدافظ. سیمیونم زنگ بزنیم. بچا بالاخره رونالدو رو پیدا کردیم. توی فرودگاه همون خاکی هست سمت خونه ترون اونجاست. الو سلام، چطوری سیمیون؟ سلام فرانکی، پیداش کردی؟ نه سیمیون پیدا نکردم. رئیس الان زنگ زد گفت خودتون رو برسونین فرودگاه سندی شورز. باشه الان میام. حل. خدافظ دیگه، منم میام. برو بریم بچا. خیلی سریع با خودمون رو برسونیم به اون فرودگاه. 1 ساعت بعد. خب بچا آماده این؟ رونالدو مثل اینکه همین اطرافه و باید پیداش کنیم. وای چقدر اینا تعدادشون زیاده. بمیرین دیگه. اینا هم خیلی ریلکس وایسادن. اوکی پیداش میکنیم. خیلی خب بچا خیلی سریع رونالدو رو پیدا کنی. آقا اینا دارن زامبیا رو میکشن. آقای رونالدو، کسی اینجاست؟ وای
وای چرا هیچ کسی نیستش بچا بزنین دیگه بزنین همه اینا رو یا خدا بودو آقای رونالدو کسی اینجا نیست این بالای برج چراغاش روشن فکر کنم این بالا باشه بودو داشلی باید خیلی سری پیداش کنی یا بودو وای زامبیا خیلی زیاد میشه آقای رونالدو بچا اینجا یه صدا اومد آقای رونالدو سلام آقای رونالدو خوبین پیداش کردم بچا آقای رونالدو چه لباسش خونیه الو آقای رونالدو بچه رونالدو تبدیل به زامبی شده خب بچه که تا این سال این ویدیو رو نگاه می‌کردین قلب قرمز توی کامنت یادتون نره و حتما زنگوله کنار سابسکرایب ما رو روشن کنین که هر وقت ویدیوهای خفن و ترسناک و زامبی براتون آپلود کردم براتون پیامش بیاد پس زنگوله کانال رو حتما روشن کنید پیج اینستام هم اگه ندارین حتما فالو کنین و با لایک کردن و کامنت انگلیسیتون بهم خیلی انرژی میدین و کلی ازم حمایت می‌کنین خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشین دو تا ویدیو آخر کانالم اگه ندیدی حتما برو ببین و توی کامنت هم بنویس دوست داری چه ویدیویی بدم و طرفدار رونالدو هستی یا مسی مراقب خودت باش تا ویدیوهای خفن و ترسناک و زامبی دیگه بدرود